سلام به دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ من محمد امینیکسر هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. خب دوستان، تو این ویدیو قراره که بریم خاطراتمون رو در بازی آرک مرور کنیم و اینکه میخوام این ویدیو رو توی یوتیوب بذارم چون که آرکو یعنی هم تو آپارا میذارم هم تو یوتیوب، چون آرکو ما از پارت 1 تا پارت 14 رفتیم و الان پارت 15 شو تازه گذاشتم. میخواستم یعنی مثلا دیگه من الان تو آپارات دوباره شروع کردم به آرک گذاشتن. خب بعد الان اگه تو یوتیوب مثلا بیام پارت 3 شو بذارم ولی تو آپارات بیام پارت 16 شو بذارم، اینطوری اصلا خوب نیست. واسه همین گفتم که یه دونه ویدیوی کوتاه درست کنم و اونو بذارم توی یوتیوب که از پارت 3 تا پارت 14 کوتاهه. آره، پارت 15 شو هم میذارم. خلاصه اگه دارید این ویدیو رو از تو آپارات میبینید خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کانال من دنبال کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم اولین نفری باشید که ازشون با خبر میشید. و اگه دارید از توی یوتیوب میبینید حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال من سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که اونجا هر وقت ویدیو جدیدی آپلود شد ازش با خبر بشید. دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، بریم سراغ ادامه ویدیو. یه دونه مونده، یه دونه. خب این پارت 3 بود. این یه دونه بادامش پارت میزنی 4 میخوری میمیری. خب دوستان، 6 تا دوست جدید داریم که الان بهتون نشون میدم. این پترونادونه رو که داشتم یادش بخیر. این جدیده، دوست جدیدمون اینم هست. خب این دوتاش و اینه که اینجا میبینید سومیشه. اینو همین امروز ران کردم و نه اونا رو که از قبل داشتم و اینه این هم از دوستای جدیدمونه. یا خب یکی دیگه هم از همین که پشتی خدا نزنه من دوست دارم کردم. من چه خواهید که نزن منو میگم. برون ور این هر که دوست داری بیو بریم دیگه. بخواب بودو. آها در میری. افتاد کارنا رو هم کردم، رایفل ساختم. یادش بخیر. قرار بمیری. بزنه آن کیلو بزن اینو. این رایفل اصلا دمیج نداره ولی نمیدونم چرا. بزنه ولی 280 تا دمیج نداره. بزنش اینو بابا. ولی با شاتون 2-3 تا بزن میمیره. با این چیزایی 64 تا دیگه. آخ رفتم تو پارت 7. اولین باری که پرواز کردم. بشین بینم. شاتگان پارت 8 بود که شاتگان ساختم بالاخره. با اسکوپ خیلی قشنگ کاری این میشه. پارت مهمه که کار خاصی انجام ندارم، فقط یه اسکوپ ساختم. رفتم دایناسور رو حمله کردم و کشتمش. منو بده. پارت 11 گرپلین کوک ساختم، بلد نبودم درست ازش استفاده کنم. کراسو
اه. خب الان یعنی میچسبه واقعا؟ چند بار مصرفه؟ سبینه فکر کردم اینو شکست ولی نشد. هی پارت 12 یادش بخیر. این رکس رو اولین بار ران کردم. ولی شانس آوردم، داشت با یه استگو چیز میکرد، دعوا میکرد، زدمش تیم شد. عزیز آخرش هم رام شد و بالاخره تونستم این تیرکس رو رام کنم. ما و این پارت 13 اسپینوساروس یه دونه از این رام کردم که خیلی 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 دانسر قویه، ولی دیگه مثل رکس قویه اگه تو آب باشه، ولی اگه مثل باریونیکس باریونیکس تقریبا مثل باریونیکس میشه گفت. بین رکس و باریونیکس و 3 تا تیرکس، یعنی یه دونه رکس رو که رام کردم و 2 تا یه دونه کارا تیم کردم که اینه. خدای خیلی خوبه، تحمل وزنش زیاد ولی استامیناش کمه، فعلا لیولش هم پایینه واسه همین. خلاصه دایناسور خیلی خیلی خوبیه، پرنده خیلی خوبیه. سرعتش کمتر از کرانادونه پترونادون، ولی خب باز خیلی به کارم میاد که هم تحمل وزن بالایی داره، هم سرعتش به نسبت خوبه. یعنی یه جور نسخه پیشرفته پترونادونه دیگه تقریبا میشه گفت. یه تریزونا هم تیم کردم بابا، اصلا مردم، خیلی سخت دیر به اوش میاد. تیم کردن. اینجا رو نگاه کنید، 2 تا هم میگالادون دو تا یکیشو من کشت. نمیدونم دقیقا توس است یا نه، خیلی شبیه. حالا مگالادون 2 تا هم آرجنتاویس، نگاه کن اصلا رخ و نگاه. خب خب دوستان عزیزم، خلاصه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دارید این ویدیو رو از تو آپارات میبینید، لایک و دنبال کردن و زنگوله یادتون نره، و اگه دارید از تو یوتیوب میبینید لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. و تا یه ویدیوی دیگه از آرک میبینمتون. فعلا.